سلام بچه ها، چطوری؟ خوبه؟ بچه ها من اومدم به روستامون و خیلی خوشحالم روستای خودمون اومدم، روستای همیشگیمون. اینجا یادم مرغ هست و امروز اومدیم با یک برنامه ریزی مفصل. بچه ها قبل از شروع هر کاری باید بهتون بگم که دو تا چیز باید بگم. یکی اینکه دوربین من خراب شد کلا، که ویدیو قبلی بهتون گفتم. چرا خراب شد؟ آقا این یاسن دختر خاله من داشت میگرفت که برای یک ضبط ویدیوی دیگه بریم و متاسفانه افتاد و 1000 تا ملق خورد تو همین روستای خودمون. آخرین ویدیویی که تو این روستا گرفتیم و گرفتیم آقا بردیمش تعمیرگاه. اول تو یه کوتاه ویدیوم گفتم که 3 میلیون گذاشت رو دستم و چی. این آقا ما 3 میلیون دادیم رفت نشد و گفتش که هارد و مارد و همه چیش حافظ، همه چیش سوخته و الان اصلشو نمیتونم. ما مجبور شدیم که بریم یه دوربین فیلمبرداری دیگه بخریم و الان هم که دارم اینجا با فیلم میگیرم با گوشیمه. امیدوارم که زیاد بد نباشه. میکروفونم نیاوردم، کلا من خالیم. یعنی این ویدیوهایی که الان دارم میگیرم میخوام خالی بزنم داخل یوتیوب. بچه قبل از هر چیزی دختر خاله و پسر خالم به اصرار میخواستم بیان اینجا، چون دوستا داخل سوادکو مازندرانه دیگه. دختر خالم و پسر خالم باباشون اجازه نداد و الان خونهشون هستن و انقدر بهشون زنگ زدم گفتم بیایید به خاطر بچه ها، بیایید به خاطر من، بیایید به خاطر ویدیو، بیایید. حالا اصرار میکنم بیام ببینم چی میشه. من قراره بچه ها 3 روز اینجا بمونم، 3 روز دیگه اینجا، یعنی قشنگ 2 روز بودم برنامه‌ریزی داشتم میکردم چجوری بیام الان اینجا فیلم بگیرم واسهتون، که دیگه هر کاری کردیم انگار واقعا نمیان و بازم من میگم اصرار میکنم که بیام. خب بحثو دیگه تمامش میکنیم بچه ها، اینا نمیذارم دیگه. من خب این شاید این ویدیو رو قطع کنم. خب من الان کلا میخواستم معرفی کنم دوباره خودم رو، که نمیخوام معرفی کنم دوباره اینجا رو معرفی. من احتمالاً یه ویدیوی دیگه میام اینجا براتون فیلم میگیرم تا قبرستون میریم. نمیخوایم ویدیو ترسناک بگیریم چون الان اصلا روز اینجا و اگه شب شد و اینا برخورد به سر خودم اومده میریم براتون فیلم میگیریم. خیلی ذوق و شوق عجیبی دارم واسه این ویدیویی که بعد این میخوام بگیرم و از یه طرفم ناراحتم چون تو این ویدیویی که میخواستم بگیرم گوشی نیازم بود که دارم باش فیلم میگیرم، پس نمیتونم اصلا با گوشی کار کنم. و بچه ها یه ذره حمایت کنید، لطفاً حمایت کنید. من دیگه واقعا الان دوربین فیلم برداری اصلی که بخوام برای یوتیوب بگیرم چقدر شده. من این همه رفتم گشتم واقعا گرون شده. حالا دقیقا قیمت دقیق که بخوام بهتون بگم یادم نیست. پس ما چی شد امروز؟ کنسله. یا اگه امشب دختر خاله پسر خاله اومدن حوصله داشتیم میریم قبرستون. زیاد نمیخوام این بحثو طولانی، فقط میخواستم در جریان باشید. خب ما 2 تا 3 تا اندازه 3 روز جا داریم، هر یه روز یه دونه، 3 تا چالش داریم. یه چالش اینه که خدا کنه این فیلمو دختر خالم نبینه. قراره من و یاسان پسر خالم بریم کارت یسنا دختر خالم رو بعد دیگه من میگم یسنا یاسان دیگه حواستون باشه دیگه. یسنا میشه دختر خالم، یاسان میشه پسر خالم. قراره من و یاسان کارت بانک یا بانک یسنا رو برداریم و از این روستا خارج بشیم با ماشین
و بریم به یک مغازه کل پولشو خرج. بچه من خدا میکنم که این ویدیو ما یسنا دختر خالم نبینه. چالش اولیمون همین کارت آبربانک. فقط فکر نکنم بعدش زنده بمونم که بیام بشه شما فیلم بگیرم. چالش بعدیمون چالش ترسناکیه. چالش چیه؟ چالش رفتن به قبرستان دعا روستامون و اونجا قرار بریم غسال خونه اون کارهای مرموزی انجام بدیم. چالش سوم خودم یه ذره توش شک ولی خب یاسان میگه انجامش بدیم. چالش سوم یه ذره غیر عادی شاید باشه. من خیلی آروم دارم حرف میزنم. اگه میخواید ویدیو رو یه ذره چیز کنید، من خیلی استرس دارم که اینا نمیان. من ویدیو الکی گرفتم الان، خدا نمیدونه. چالش سوممون مربوط میشه به یک چالش خیلی عجیبه. میشه نگم کاش لایو میگرفتم نه ویدیو. چالش سوممون اینه که بریم تو این روستا هر ماشینی غیر از ماشین خودمون، هر ماشینی که دیدیم خلاصش کنیم. بچه‌ها خودتون میدونید من خیلی وقت توی مردم آزاری و این چیزا خیلی بیستم. رکورد رتبه 20 دارم، ولی به خاطر شما هم که شده الان 2 ماشین اینجاست. یه ساینا اگه ببینید اونجاست، یه دونم چانگان اونجاست. چانگانه رو شسته بلنده سخته باش کار داشته باشیم. پس میریم سراغ ساینا. بله. الان اینجا دوربینم گوشی ما یه جایی گذاشتم روی ماشینیه. بچه دنا خودمون اینهاش نگاش کنید. دنا این پلاکش مال مازندرانه. دیده بودید دنا رو؟ درسته؟ دنا یه عالمه باش ویدیو ضبط کردیم. بچه من دیگه اونجا نمیذارمش ویدیو. پس ما میریم برای یک ویدیو خیلی جالب. بچه ها یک کویک هم هست. یک کویک هم اینجا هستش و ما میخوایم این چالشو برای شما انجام بدیم. یه نفر اونجا دیدم ترسیدم چون خیلی این چالش خیلی بچه خیلی باید حواسمون جمع باشه. خلاصه من خواستم بگم این چالش ها رو ما انجام میدیم و خیلی منتظریم که دختر خاله و پسر خالم بیان و ویدیو رو شروع کنیم. پس منتظر باشید. من 3 ساعت نهایت 5 ساعت دیگه برمیگردم. خداحافظ.